What do you think about the rule of Pakistan here? I mean, نقش پاکستان را در صلح و ثبات افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چون ظاهراً طالبان و شورشیان از سوی پاکستان حمایت مالی و تجهیزاتی شده وارد خاک افغانستان می‌گردند. به همین دلیل نیز طالبان هنوز هم از بین نرفتند و فعالیت دارند. آیا ایجاد صلح و ثبات در افغانستان بدون مشارکت پاکستان امکان دارد؟ Without Pakistan there will be peace. To come to a stable peace, all neighbors of Afghanistan must. برای ایجاد صلح دوامدار در افغانستان تمام همسایگان افغانستان و مخصوصاً پاکستان باید مشارکت نماید. اما فکر نمی کنم که بدون مشارکت و همکاری پاکستان صلح و ثبات قابل اعتماد در افغانستان برقرار شود. دلیل آن هم ارتباط ناگسستنی ذاتی، تاریخی و قومی قبیله‌ای دو کشور است. در هر شرایط پاکستان یکی از مهمترین و عمده‌ترین نقش‌آفرینان در عرصه ثبات افغانستان است و تا جایی که می‌دانم دو کشور برای باثبات ساختن افغانستان تلاش می‌نمایند. افغانستان و پاکستان باید با تلاش‌ها و همکاری خویش در این زمینه ادامه دهند. روسیه نیز در چارچوب بین‌المللی مانند تدویر کنفرانس‌های منطقه‌ای متفاوت از کشورهای افغانستان و پاکستان حمایت می‌کند. با عنوان مثال، رؤسای جمهور کشورهای افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان چندین بار در مورد ثبات افغانستان با هم دیدار کردند. در آینده نیز ما چنین کنفرانس هایی را نه تنها در سطح رؤسای جمهور بلکه در سطح وزیران کشورهای منطقه برگزار خواهیم کرد. ما همچنان از مشارکت افغانستان و پاکستان در سازمان صلح شانگهای استقبال کرده و آنان را تشویق می‌کنیم تا در تلاش‌های سازمان صلح شانگهای برای ایجاد یک افغانستان با ثبات و با سعادت سهیم گردند. همسایگان و کشورهای منطقه نه تنها نقش مهم در ثبات افغانستان دارند بلکه آنان تعیین کننده است. همسایگان افغانستان ممکن است در این عرصه نقش تصمیم گیرنده را داشته باشند. زیرا افغانستان باید همانند قرن‌های گذشته جاده ترانزیتی کشورهای منطقه مرکز تجارت و ارتباطات بین المللی باشد. Like it used to be during centuries. One of the issues that you mentioned is شما در مورد قاچاق مواد مخدر به روسیه ابراز نگرانی کردید. عمدتاً مواد مخدری که از افغانستان به روسیه و از روسیه به کشورهای اروپایی قاچاق می‌گردد، در مناطق تحت کنترل طالبان تولید می‌گردد. چگونه کشور شما می‌تواند قاچاق مواد مخدر که سبب متضرر شدن روسیه می‌گردد را متوقف نمایید؟ Stop this drug trafficking from Afghanistan to Russia and from Russia to Europe. Because it was one of the concerns your government have about the drug. The problem is that we can't stop it. And alone. مشکل عمده این است که ما نمیتوانیم قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم. هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند با قاچاق مواد مخدر مبارزه کند. به همین دلیل روسیه معتقد است که باید تلاش‌های بین المللی در این زمینه صورت گیرد و افغانستان اولین و مؤثرترین کشور است که میتواند از تولید و قاچاق مواد مخدر جلوگیری کند. ما از راه‌های مختلف با وزارت‌های داخله و مواد مخدر افغانستان همکاری می‌کنیم تا حکومت افغانستان خود بتواند در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر موفق گردد. ما در سطح بین المللی نیز با سازمان همکاری‌های شانگهای و با پیمان امنیتی مشترک جماهیر آسیای مرکزی و سایر نهادهای مبارزه با مواد مخدر بین المللی همکاری نزدیک داریم. ما کاملا مطمئن هستیم که تنها با مشارکت و همکاری در چوکات چنین نهادهای میتوان با مشکل مواد مخدر مبارزه کرد. ما با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز همکاری نزدیک داریم. احساس میکنم که با گذشت زمان این همکاری‌ها بیشتر و مؤثرتر گردند. مطمئن هستم اگر روند همکاری‌ها ادامه یابد، ما در اهداف خویش موفق خواهیم شد. Continues, then we can come to a successful. By the starting of our new year. با شروع سال نو خورشیدی رئیس جمهور کرزی از انتقال مسئولیت امنیتی بعضی از ولسوالی‌ها و ولایات تعیین شده به نیروهای امنیتی افغانستان خبر داد. آیا نیروهای امنیتی افغانستان توانایی لازم برای تامین امنیت این مناطق را کسب کردند؟ شما در این مورد چگونه فکر می‌کنید؟ In some area in Afghanistan, do you think it's the right time?
Certainly, in some areas, the Afghan national security یقینا نیروهای امنیتی افغانستان می توانند امنیت بعضی از مناطق را تأمین کنند، اما مطمئن نیستم که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی تامین امنیت کامل تمام کشور را داشته باشند. به همین دلیل نیروهای ائتلاف و ما تلاش می کنیم تا ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان را برای کنترل امنیتی تمام کشور ارتقا دهیم. ما در این زمینه می توانیم با حکومت افغانستان همکاری نماییم. طوری که سال گذشته ما تسهیلات لازم را برای وزارت داخله افغانستان فراهم کردیم تا شمار 225 پلیس را برای مبارزه نظامی با روسیه بفرستند. ما با این روند ادامه خواهیم داد. If we compare Afghan armed forces on that time with the Russian, اگر ما نگاه به اردوی ملی افغانستان در زمان حضور رژیم شوروی سابق داشته باشیم، ببینیم که در آن زمان اردوی ملی افغانستان تجهیزات نظامی مانند تانک، نفربرهای زرهی، هلیکوپتر، جنگنده‌های هوایی و سلاح‌های ثقیله در اختیار داشتند. اما در حال حاضر اردوی ملی افغانستان فقط سلاح‌های سبک و ساده نظامی در اختیار دارد. آیا با چنین تجهیزات نظامی محدود نیروهای امنیتی افغانستان می‌توانند امنیت کشور را تأمین کنند؟ در آینده شما چگونه با نیروهای امنیتی افغانستان کمک و همکاری خواهید نمود؟ Can we deal with the insurgents? Can we secure Afghanistan? And what will be your contribution in few Afghan military forces? Well, that's a fact that the Afghan army and police today اردوی ملی ازبق افغانستان با اردوی ملی کنونی قابل مقایسه نیست، چون در آن زمان نیروهای امنیتی افغانستان یکی از قدرتمندترین نیروهای امنیتی در سطح منطقه بود، در حالی که همکنون نیروهای امنیتی افغانستان حتی توانایی تامین امنیت کامل کشور خیش را ندارند و ما تلاش می‌کنیم تا ظرفیت و توانایی‌های آنان را ارتقا دهیم. ما آماده کمک و همکاری با افغانستان هستیم. در صورتی که از ما خواسته شود می‌توانیم وسایل و تجهیزات نظامی مورد نیاز را در اختیار اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان قرار دهیم. همچنان که ما مقدار از تجهیزات نظامی را از طریق وزارت داخله افغانستان در اختیار پلیس این کشور قرار دادیم و شماری از افسران را برای آموزش بر روسیه اعزام نمودیم و ما می توانیم از این طریق به ثبات افغانستان کمک کنیم. هیچ محدودیتی برای همکاری‌های بیشتر ما با افغانستان وجود ندارد. ما آماده هستیم تا هر نوع کمک و همکاری لازم را با افغانستان انجام دهیم، غیر از این که سربازان ما در افغانستان حضور نظامی داشته باشند. all other things we can do. Afghan armed forces, وزارت دفاع افغانستان قصد دارد تا سال 2014 تمام سلاح‌های سبک نیروهای مسلح افغانستان را با سلاح‌های آمریکایی و استاندارد ناتو تبدیل نماید. شما چگونه می‌توانید نیروهای امنیتی افغانستان را در امر فراهم کردن سلاح‌های استاندارد کمک کنید؟ آیا همکاری روسیه تنها به نیروهای پلیس افغانستان محدود می‌گردد؟ Do you think how you can supply Afghan armed forces with AK-4 ammunition? It will be limited to police or other security? Well, we can supply what we asked to. خب ما آماده هستیم بنابر تقاضای حکومت افغانستان با این کشور همکاری کنیم. مقامات نظامی افغانستان باید تصمیم بگیرند که از چه نوع سلاحی میخواهند استفاده کنند. اما بعضی از تجهیزات خاص روسی مانند هلیکوپتر وجود دارد که کشور ما میتواند به افغانستان هلیکوپتر و یا سایر تجهیزات نظامی را بنابر نیاز این کشور فراهم کند. Afghan Air Forces used to use the افسران نیروی نظامی افغانستان در استفاده از جت‌ها و جنگنده‌های هوایی روسیه تجربه خوبی دارند. اگر نیروی هوایی افغانستان از روسیه تقاضا نماید که جنگنده‌های جت و هلیکوپترهای جنگی را در اختیار افغانستان قرار دهد، آیا روسیه آماده است که چنین تجهیزات را در اختیار افغانستان قرار دهد؟ gave Afghanistan such a kind of weapons. چون تا هنوز چنین تقاضایی از روسیه صورت نگرفته است، نمیتوانم برایتان در این زمینه پاسخ دهم. ما میتوانیم هلیکوپتر و یا جنگنده‌های هوایی مورد نیاز افغانستان در اختیار کشور قرار دهیم. Let them first decide what they want. But I mean, if they ask, are you ready to give such a weapons? I mean, fighters. I said that we have no. قبلا گفتم که هیچ محدودیتی در همکاری روسیه با افغانستان وجود ندارد، اما ابتدا باید حکومت افغانستان در مورد نیازمندی‌هایش از روسیه تقاضای همکاری نماید. What do you think
چند قبل اخبار در مورد ایجاد پایگاه‌های دائمی افغانستان در افغانستان به نشر رسید، اما ظاهراً هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا چنین امری را رد کرد. اگر آمریکا خواهان ایجاد پایگاه‌های دائمی برای مدت 10 سال و یا 15 سال در افغانستان باشد، عکس‌العمل شما در مورد چنین مسئله چگونه خواهد بود؟ What will be your reaction? We are in support of موقف و خواست روسیه این است که نیروهای امنیتی افغانستان به صورت مستقل و بدون هیچ گونه وابستگی نظامی خارجی و بدون حضور نیروهای ائتلاف بین المللی بتواند امنیت کشورشان را تأمین کنند. اینکه مستقل شدن نیروهای افغانستان مستلزم حضور درازمدت و یا دائمی یک کشور خارجی باشد را نمی‌دانم. از آنجایی که ما از برنامه آشتی و مصالحه ملی افغانستان حمایت می‌کنیم، امیدوار هستم که ضرورت برای حضور طولانی مدت و یا دائمی نیروهای خارجی در افغانستان وجود نداشته باشد. What will be second option if در صورتی که برنامه آشتی ملی و مذاکره با طالبان به موفقیت نرسد و حکومت افغانستان نتواند به اهداف از قبل تعیین شده خویش نائل گردد، راه حل دوم برای حل بحران افغانستان چیست؟ What will be the second option? I wouldn't limit reconciliation policy. تمایل ندارم که برنامه آشتی ملی را فقط به مذاکره با طالبان محدود نمایم، چون مصالحه یک تدبیر و راهکار بسیار گسترده است. ممکن آشتی ملی در متن خودش مفهوم گسترده‌تری را در ابعاد انتقال قدرت، توسعه اقتصادی، اجتماعی و مصالحه در بر داشته باشد که خودش صلح و ثبات را در افغانستان فراهم می‌کند. گفتگو با طالبان یک گزینه است. من در مورد گزینه دیگری صحبت نمی‌کنم، چون انتخاب دیگری وجود ندارد. اگر بخواهیم مذاکره با طالبان را با گزینه دیگری جایگزین کنیم، آن گزینه چیزی جز مصیبت‌های بیشتر و جنگ داخلی نیست. بنابراین امیدوار هستم که تمام شهروندان افغانستان اهمیت این موضوع را درک نموده با مشارکت و همکاری نیروهای بین المللی آماده حل بحران از طریق مذاکره گردند. The Afghans, with the help of the international community, will come to this. در صورتی که نیروهای ناتو و ائتلاف بین المللی از روسیه تقاضا کنند که در بخش‌های مشخص از افغانستان نیروهای نظامیش را مستقر نماید، پاسخ روسیه به این تقاضا چه خواهد بود؟ پاسخ روسیه به این تقاضا منفی خواهد بود. روسیه نمی‌خواهد که سربازانش در افغانستان حضور یابند. آیا روسیه آماده است که سوخت و تجهیزات نظامی مورد نیاز افغانستان را از طریق خاک خویش به افغانستان بفرستد؟ در حال حاضر سوخت و تجهیزات نظامی از طریق خاک روسیه وارد افغانستان می‌گردد. ما در این مورد برنامه‌های خاصی داریم. جناب سفیر، حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان که با مناطق جنوبی روسیه هم مرز است، تهدید و یا آزار برای جنوب روسیه محسوب نمی‌گردد؟ خب، حضور نیروهای ائتلاف بین المللی بر اساس توافق اعضای شورای امنیت صورت گرفته است که روسیه نیز از آن حمایت کرده است. هیچ دلیل وجود ندارد که ما نگران حضور نیروهای آمریکایی باشیم، چون خودمان از آن حمایت کرده ایم.